سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع درس هفتم را می‌آموزیم که این موضوع به مدل خطی یک نامعلومه بخشیده می شود. بیایید در اول تعریف ها و یک چند خاصیت ها را همراه شما دیده براییم. تعریف: مدل نمودی a ضرب x برابر b که در آن x نامعلوم بوده a و b عددهای داده شده می باشد. مدل خطی یک نامعلومه یا مدل خطی دارای یک تغییر یابنده نامیده می شود. مدل خطی نمودی a ضرب x برابر b اگر a نابرابر 0 باشد مدل خطی حل یگانه دارد. اگر a برابر 0 و b نابرابر 0 باشد مدل خطی ریشه ندارد و هنگامی a به 0 برابر و b به 0 برابر بودن مدل حل بیشمار دارد. این را خاصیت ها یا اینکه یک چند مفهوم های اساسی حل مدل های خطی یک نامعلوم دار را می نامند. بیایید این موضوع را با مثال و مسئله ها مستحکم کنیم. در مثال یکم چنین گفته می شود: ریشه مدل را یابید. برای حل کردن مدل ما اول مدل را حل کنیم و بعد از حل مدل سنجش گذرانده بعد جواب این مدل را نویسیم. مثال یکم: مدل نمودی زیرین داده شده است 5x minus 60 برابر 0. برای حل این مدل ما باید نامعلوم را در یک طرف و معلوم را در طرف دیگر گذرانیم. حل میکنیم. 5x minus 60 برابر 0. برای حل کردن این مدل 5x minus 60 را به طرف راست میگذرانیم. هنگامی مینوس 60 را به طرف راست گذراندن علامت آن با برعکسش عوض کرده می شود. هنگامی x را یافتن باشد موافق خاصیت یکمی حل مدل خطی ما باید اعضای آزاد را به کوفیسیانت تقسیم کنیم و در نتیجه 60 را با 5 تقسیم کنیم عدد 12 حاصل می شود. اکنون می سنجیم 5 ضرب 12 مینوس 60 برابر 0. 5 را به 12 ضرب کنیم 60 مینوس 60 حاصل می شود که آن برابر 0 است. 0 به 0 برابر است که این حل مدل یا که مثال یکم به حساب می رود. پس در نهایی جواب را قید می کنیم که حل این مدل به عدد 12 برابر است. مثال دوم را دیده می براییم. در شرط مثال دوم چی آمده است؟ مدل خطی را حل کنید و در زیر دو مدل داده شده است که آنها را می نویسیم. مدل اول موافقاً به 1 تقسیم 3x برابر 12 و مدل دوم باشد به نمودی 1 تقسیم 6y برابر 1 تقسیم 3 برابر است. برای حل این مدل ها ما باید تعریف یکمی مدل را به نوبت گرفته آن را حل کنیم. یعنی بجای برای یافتن قیمت x ما باید اعضای آزاد را به کوفیسیانت آن تقسیم کنیم. می نویسیم 1 تقسیم 3x برابر 12. هنگام یافتن x 12 را به عدد 1 تقسیم 3 تقسیم کنیم یا اینکه x برابر می شود به 12 ضرب 3 تقسیم 1. 12 را به 3 ضرب کنیم عدد 36 حاصل شد. پس می سنجیم که در حقیقت عدد 36 حل این مدل می شود. 1 تقسیم 3 ضرب 36 این به عدد 12 برابر است. 36 را به 3 تقسیم کنیم 12 این به عدد 12 برابر است. پس حل مدل یکم a به عدد 36 برابر است. بیایید عیناً طرز مثال a را استفاده برده b را حل کنیم. در مثال b باشد برای یافتن y ما باید اعضای آزاد آن 1 تقسیم 3 را کوفیسیانت نزد آزاد آن تقسیم کنیم 1 تقسیم 6. در نتیجه y برابر 1 تقسیم 3 ضرب 1 و 6 را عوض میکنیم و در نتیجه 6 را به 3 تقسیم کنیم عدد 2 حاصل می شود که این جواب این مدل به حساب می رود. برای سنجیدن خوانندگان عزیز به شما مستقلانه گذاشته می شود که حل این مدل را یا اینکه سنجش این مدل را مستقلانه خودتان می سنجید و در نهایی جواب را می نویسید. جواب حل مدل به عدد 2 برابر می شود.
مثال سوم رو دیده میبریم. در شرط مثال سوم چنین آمده است معادله ها رو حل کنید. می نویسیم مثال سوم. در اینجا باز دو مثال آمده است. مثال یکی از این مثال ها با 2x جمع 9 برابر 13 مینوس x داده شده است. برای حل این معادله ما باید معلوم رو یک طرف و نامعلوم رو در طرف دیگر گذرانیم. بیایید این را در عملیه همراه شما دیده براییم. یعنی 2x جمع 9 برابر 13 مینوس x. برای حل کردن این معادله ما باید مینوس x رو به طرف چپ گذرانیم و 9 رو به طرف راست گذرانیم. می نویسیم 2x جمع x برابر 13 مینوس 9 حاصل می شود. 2x را به x جمع کنیم 3x حاصل می شود که آن برابر است به از 13 9 را ترک نماییم عدد 4 حاصل می شود. اکنون هنگام یافتن عدد x 4 را به عدد 3 تقسیم میکنیم و در نتیجه 1/1 تقسیم 3 حاصل می شود که این جواب معادله به حساب می رود. برای سنجیدن به شما مستقلانه وظیفه دار کرده می شود که آن را مستقلانه خودتان اجرا نمایید. بیایید مثال ب را اجرا کنیم. در مثال ب معادله زیرین داده شده است که آن نمود زیرین را دارد. 15 مینوس پ برابر 1 تقسیم 3 پ مینوس 1. برای حل کردن این معادله خیلی که در معادله بالا هم رو حل نمودیم معلوم رو یک طرف نامعلوم رو در طرف دیگر میگذارانیم. بیایید این رو در پایان نشان میدیم. در اینجا ما میتوانیم مینوس پ رو به طرف راست گذارانیم و مینوس 1 رو به طرف چپ. هنگامی از یک طرف به طرف دیگر گذراندن افاده ها علامت های آنها با برعکسش عوض کرده می شود. پس 15 جمع 1 برابر 1 تقسیم 3 پ مینوس پ را به طرف راست گذارانیم به عدد پ برابر می شود. اکنون طرف معادله را چپ می کنیم و می نویسیم پ را از قوس می براریم 1 تقسیم 3 جمع 1 برابر 16 حاصل می شود. یا اینکه پ ضربی 1 تقسیم 3 جمع 1 به 4 تقسیم 3 برابر است که آن به عدد 16 برابر است. یا اینکه هنگام عدد پ نامعلوم را یافتن عدد 16 را با کوفیسیانت آن 4 تقسیم 3 تقسیم می کنیم. برای این کسر یکم را به تغییر می نویسیم، کسر دوم را با برعکسش عوض می کنیم. در نتیجه هنگام اختصار کردن 4 را به 3 ضرب نماییم عدد 12 حاصل می شود که این جواب این مثال به حساب می رود. مثال چهارم را دیده می براییم. در شرط مثال چهارم چنین آمده است ریشه معادله را یابید و در پایان معادله زیرین داده شده است. 6x مینوسی در داخل قوس باشد 7x مینوسی 12 برابر 101. برای یافتن ریشه این معادله ما باید قوس ها را کشاییم، نامعلوم را یک طرف، معلوم ها را یک طرف گیریم و عدد نامعلوم آن را یابیم. پس می نویسیم 6x قوس ها را می کشاییم. هنگام کشادن قوس ها علامت داخل قوس و برعکسش عوض کرده می شود. مینوس 7x مینوس را به مینوس ضرب کنیم علامت جمع حاصل می شود برابر 12 که آن به 101 برابر است. از 6x 7x را ترک کنیم مینوس x حاصل می شود جمع 12 برابر 101. یا اینکه مینوس x برابر از 101 عدد 12 را ترک می کنیم. برای اینکه پیش از علامت 12 علامت جمع آمده است، هنگام گذراندن به طرف دیگر آن علامت خود را عوض می نماید. یا اینکه مینوس x برابر از 101 هنگام 12 را ترک نماییم عدد 89 حاصل می شود. یا خود هنگام x را یافتن 89 را به عدد مینوس 1 تقسیم می کنیم و عدد x برابر مینوس 89 حاصل می شود که این جواب این معادله به حساب می رود. مثال پنجم را دیده می براییم. در شرط مثال پنجم چنین آمده است برای کدام قیمت تغییر یابنده
قیمت ifade 8b minus 27 با عدد 5 برابر می شود. این مثال رو با واسطه حل کردن مدل خطی یک نامعلومدار دیده می براییم. می نویسیم مثال پنجم. ifade داده شده ما به نمود 8b minus 27 برابر است که آن موافقاً به عدد 5 برابر است. پس این رو به نظر گرفته ما الکی میدونیم که مدل خطی یک نامعلومدار حاصل شد. این رو حل میکنیم. برای این می نویسیم 8b minus 27 برابر 5. برای حل این مدل minus 27 رو به طرف راست میگذرونیم. پس 8b برابر 5 جمع 27 حاصل می شود. یا اینکه 8b برابر 5 رو به 27 جمع نماییم عدد 32 حاصل می شود. b رو هنگام یافتن 32 رو به عدد 8 تقسیم می کنیم. پس b به عدد 4 برابر می شود. پس گفتم ممکن است که هنگام b برابر 4 بودن قیمت ifade 8b minus 27 به عدد 5 برابر می شود. مثال ششم را دیده می براییم. در شرط مثال ششم چنین آمده است: ریشه مدل را یابید و در زیر مدل زیرین آورده شده است. مدل نمودی زیرین را دارد. در داخل قوس 13x minus 16 minus در قوس دیگر باشد 7 جمع 6x برابر 19. برای حل کردن این مدل خیلی که از این مدل معلوم است، یعنی که از مثال هایی که همراه شما گفته گذشته معلوم است، برای یافتن تغییر یابنده ما باید مدل را به نمودی a ضرب x برابر b تبدیل دهیم که تا آنکه x را یابیم b تقسیم a اعضای آزاد را به کوفیسینت مدل تقسیم میکنیم. برای این گفته‌های در بالا بوده را اجرا به این نوبت گرفته در اول قوس ها را میکشاییم، ifade های مانندی را جمع و ترک کرده بعد مدل را حل میکنیم. 13x minus 16 قوس را میکشاییم، پیش از قوس علامت مینوس آمده است، مینوس 7 مینوس 6x برابر 19 حاصل می شود. در نتیجه از 13x 6x را ترک کنیم 7x حاصل می شود. مینوس 16 مینوس 7 و مینوس 23 برابر است که آن به عدد 19 برابر کرده می شود. اکنون هنگام یافتن x عدد مینوس 27 را به طرف راست می گذرانیم. 7x برابر 19 جمع 23 حاصل می شود. 7x برابر 19 را به 23 جمع کنیم عدد 42 حاصل می شود. پس عدد 42 حاصل شد. هنگام یافتن تغییر یابنده x عدد 42 را به کوفیسینت آن یعنی به کوفیسینت 7 تقسیم می کنیم. پس در نتیجه x برابر 6 حاصل می شود. برای باوری حاصل کردن حل این مدل به شما مستقلانه سپارش داده می شود که نتیجه این حل را سنجیده بعد جواب آن را پر می نویسیم. برای مستحکم کردن موضوع امروزه به شما یک چند مثال برای کارهای مستقلانه پیشنهاد کرده می شود که آنها را باید اجرا کرد. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. تا درس آینده موفق باشید.